ما گفتیم که خیلی برامون حیاتیه که تمام بخش‌های این سیستم روی مانیتور ما نمایش داده بشه که اینجا از HMI 12 اینچ زیمنس استفاده شده و تمام قسمت‌ها رو ما اینجا داریم، هم با هم داریم و هم به طور مجزا. مثلا اینجا ما یه چشم انداز کامل از تمام قسمت‌ها داریم که هر قسمتی کجا روشنه، کجا خاموشه، چه پمپی الان تو سیستم هست و سنسورها و غیره. اگر بخوایم فقط سیستم آبیاری رو ببینیم، بخش سیستم آبیاری رو خواهیم دید اینجا و وضعیت آبیاری که کدوم سنسور روشنه و کدوم پمپ‌ها روشن هستن، کدوم پمپ‌ها خاموش هستن، زمان‌ها چقدر هستش. یه سیستم منوال، پیج منوال ما هستش که میتونیم به طور راحت از اینجا منوال بکنیم، دستی کنیم سیستم رو و تک تک اینها رو، این بیشتر برای عیبیابی و تست و راه اندازی استفاده میشه که بخوایم هر کدوم از عملگرها رو مستقل از عملگرهای دیگه بخوایم اینجا روشن یا خاموش بکنیم. و بخش اباوت آس ما و قسمت هایی که دیتا لاگر ما هستش که تمام اطلاعات ما از CO2، از دما، از رطوبت، از میزان آبیاری، زمان آبیاری، تمام اینها رو دیتا لاگر خود سیستم ثبت میشه که برای سیستم های تحقیقاتی ما در بعد از این که در علل خصوص وقتی که میخوایم به دیتا ست های AI اضافه کنیم این رو نیاز خواهیم داشت. و یک نگاهی هم به داخل تابلو بندازیم که میبینیم که اینجا باز از سیستم PLC زیمنس استفاده شده، HMI زیمنس هستش، تمام کنتاکتورها، MPCB ها اینها همه زیمنس. و اینکه دارم میگم زیمنس به خاطر تبلیغات شرکت زیمنس نیست، به خاطر اینکه بهترین چیزی که میتونست اینجا اتفاق بیفته، چون ممکن یه جا از ABB یه جا از اشنایدر استفاده کنیم، ولی اینجا به خاطر مسئله رطوبت قطعاً و اینکه دوام خیلی خوبی میخواستیم رفتیم سراغ زیمنس. سیستم های بکاپ رو داریم و سیستم های کنترل دما و رطوبت داخل خود تابلو رو داریم. اینجا از یک مودم استفاده کردیم برای با IP استاتیک برای کنترل پایش از راه دور که از هر نقطه از جهان ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. و اینکه همیشه یادمون باشه که سیستم PLC ما باید از طریق رله بوردهای ما از کل سیستم ایزوله باشه که اگر خدایی نکرده اتفاقی توی سیستم افتاد یه دونه رله ما بسوزه. یعنی تمام نکات فنی که شاید خیلی هر جایی رعایت نشه ما در این سیستم خیلی خوب رعایتش کردیم و الان یک تابلو فوق‌العاده عالی داریم که میتونه برای سالها این سیستم رو کنترل کنه. خب یک نکته‌ای که این سیستم رو متمایز میکنه از سیستم های دیگه در دنیا، اولین کانتینر پلنت فکتوری هست که میتونه بره روی شناور، یعنی روی کشتی ها قرار بگیره بدون اینکه مشکلی براش پیش بیاد و این در دنیا تا حالا کسی این کار رو انجام نداده. تجهیز اتوماسیونی رو خودمون ساختیم و به این سیستم اضافه کردیم که این قابلیت رو به این سیستم میده که همیشه راحت بتونه، چون یکی از مشکلات خیلی مهم در کشتی ها اینه که کارمندای کشتی غذای تازه ندارن بخورن و این سیستم بهشون کمک میکنه، این سامانه بهشون کمک میکنه که بتونن غذای تازه رو همیشه توی سبد غذاییشون داشته باشن، در حالی که قبل از این تا حالا سابقه نداشته کسی بتونه یک کانتینر پلنت فکتوری رو روی کشتی مستقر کنه.